خب بنده. عرض سلام دارم، ادب دارم خدمت تمام شما خانم ها و آقایون و سپاسگزارم که دعوتم کردید که در جمع شما باشم. اه، در حاشیه معرفی بگم که آنچه که فقرای کارگر آنجا اومده در حقیقت آن چیزی است که ما برابر تهیدستان میگیم و آنچه هم که در حقیقت سقوط در گردباد بوده فتاده در گردباده که من برگرفته از یک کتاب یوگینا گینزبرگ بوده که نوشتم. دو تا تصحیح این قلمی بگم و بعد اشاره کنم که خب انگیزه من برای پرداختن به این نگاهی که امروزه با شما در میون میگذارم درباره تجدد، مدرنیته، نوآوری و نوسازی، مادرنیزیشن، در حقیقت آن بوده که برای در حقیقت یه دوران بسیار طولانی این گفتمان شکل گرفت در میان اهل فکر و به ویژه مورخان اندیشه و همینطور مورخان سیاسی که خاستگاه و در حقیقت زایشگاه تجدد در اروپاست و در پی انقلاب فرانسه و به ویژه پاریس و از این دست و به خصوص اهل فکری مثل وبر بر این تاکید داشته و به تبع این نگاه وبری ایرانیان هم به نوعی این رو قبول کردند و تجدد رو یک پدیده کاملا اروپایی دیدن که نخست در اروپا زاده شده و بعد به جاهای دیگه در حقیقت پاکی شده. خب این یک نگاهی، اما در همینجا اشاره کنم که همون نگاه وبری تجدد رو در حقیقت عامل تجدد رو یا عاملان تجدد رو نخبگان و خبرگان میدونه که در حقیقت موجد و مبشر این اندیشه هستند. حالا مستقل از این که چه نحله سیاسی رو دنبال کنیم، چپ یا راست، این فصل مشترکیه که در حقیقت برای تعریف تجدد وجود داره بین تمام کسانی که به این پرداختن. در حاشیه همینجا هم اشاره کنم که هستند پژوهشگرانی که در حقیقت به گونه دیگه داستان رو میبینن و عمری به درازای عمر جوامع بشری برای مثلا تجدد قائلن. مثلا پژوهشگری به نام مدعیه که ما از صده ها پیش از حتی قرن 15 میلادی تجربه تجدد داشتیم و این رو در متون ادبی هم دنبال میکنن و از این دست. خب که من همدل نیستم، مخالف این نظریه هستم. چرا؟ به خاطر اینکه تعریفی که من از تجدد میدم و در کارها مثل تجدد آمرانه، تاریخ فرودستان و یا مقالات دیگه‌ای که دارم و از این دست اومده، کتاب‌ها یا مقالاتم، تعریف خودم رو از تجدد یا مدرنیته و نوسازی، مدرنیزاسیون دادم. نه این واژگانی است که ما برابر مدرنیته و مدرنیزاسیون گذاشتیم، تجدد، نوآوری، نوسازی و از این دست. حالا اگر از من بپرسید تعریفی که من ارائه دادم چیه برای تجدد، میگم تجدد یعنی جانمایه تجدد، یعنی فردیت،
individuality، خودمختاری فردی، individual autonomy، و خرد نقاد critical thinking. حالا اگر شما برید مثلا در قرنها پیش شاعری پیدا کنید، نویسنده‌ای پیدا کنید، اهل فکری پیدا کنید و ببینید که اونجا به نقد نظریه حاکم نشسته یا رفتار حاکم نشسته یا به هر چیز دیگه و بگید این مصداق تجدده، من میگم نه، به خاطر اینکه شما در اینجا به خرد نقاد اشاره کردید. جای اون فردیت و خودمختاری فردی کجاست؟ بنابراین این رو به این دلیل آوردم که من این رو توامان میبینم. وجوهی که من در تعریف تجدد ارائه دارم میدم وجوه به هم تنیده استش، نه اینکه جدا جدا و در حقیقت منفصل. حالا اگر تجدد اینه، تجدد نوسازی چیه؟ مدرنیزاسیون چیه؟ خب مدرنیزاسیون یه پدیده کاملا متفاوتیه که عمری به درازای شاید 200 سال 250 سال کم و بیش داره و با یه فرایند انباشت سرمایه، نوسازی، نوآوری در زندگی، شهرنشینی و از این داستان ها در حقیقت شکل گرفته، شتاب بیشتری هم گرفته و در بسیاری از جوامع ما شاهد بست این نوسازی ها هستیم. و بگم که وقتی که ما به این داستان اشاره میکنیم، گفتنیه که ما بسیاری از جوامع انسانی رو میدونیم که تجدد رو، غیبت تجدد رو در این جوامع میدونیم، اما نوآوری و نوسازی رو به جد در اونجا میتونیم رصد کنیم. انقلاب‌های سیاسی در 100 سال گذشته در گوش و کنار جهان نظام‌های نوینی رو برپا کردند که به برکت نوسازی آمرانه در زمینه بهره برداری از صنعت و فن نظام‌های یگانه بودن واقعا، ولی مثلا اتحاد جماهیر شوروی یا مثلا چین کمونیست فعلی که در این تردید نیست که اینا در زمینه بهره برداری از صنعت و فن گام‌های بسیار بسیار بلندی برداشتن و اینها رو میشه به سادگی دید. شما وقتی پا به شانگهای بذارید، به مسکو بذارید، به بسیاری از این کشورها میذارید، میدید کم ندارن در بسیاری از زمینه‌ها از جوامع اروپایی یا ایالات متحده امریکا یا کانادا یا هر جای دیگه غرب رو بخواید. اما در این جوامع نشانی از مدرنیته نیست، یعنی مدرنیزاسیون بدون مدرنیته. یعنی نه شما اونجا خودمختاری فردی میبینید، فردیت میبینید و نه خرد نقاد میبینید اونجا. بنابراین این که جوامع مدرنیزاسیون بدون مدرنیته هستند. شما اجازه ندارید نظام رو به نقد بکشید، شما اجازه ندارید با اندیشه و با جسمتون و با اندیشتون اون گونه که دلتون میخواد رفتار کنید. حالا اینایی که من میگم به این معنا نیست که یک وحی منزلیه و یا به شکل خیلی جامد وقتی میگیم تجدد یعنی تجدد از اول همین بوده، یک فرایند خطی پیدا کرده، یک همه سویه در بسیاری از جوامع به یک شکل، به یک قامت در حقیقت رفتار کرده و از این دست. نه، من در کتابی که منتشر کردم نامشو گذاشته بودم مادرنیتیز، یعنی تجددها. یعنی ما صور مختلف تجدد رو داریم، هر جامعه پسند و خورند وضعیت خودش میتونه یه تعریف تازه‌ای از مدرنیزاسیون داشته باشه یا در بسیاری از زمینه‌ها مدرنیتش تحول پیدا کنه به مرور. اما جانمایش شما نگاه بکنید میبینید این داره میره به سمت خودمختاری و
فردیت و خرد نقاد. خب حالا نگاه بکنید میبینید که مثلا از بسیاری از جوامع اروپایی تا چه میدونم 1900 میلادی نشانی از برابری جنسیتی نبوده، یا حتی در قرن 19 اگر بخوایم ایجاب کنیم نشانه های بسیار بزرگی از ستم در حقیقت قومی ما میتونیم اونجا ببینیم، تباری میتونیم ببینیم، بردهداری و از این دست. بنابراین این نیستش که وقتی داریم میگیم یه الگوی رفتاری باشه که مثلا من اشاره میکنم ما توی یک اتاقی نشستیم، اتاق مطب دکتریه، به ما میگه آقا نوبت مدرنیزاسیونش، مدرنیتی شما رسید، بفرمایید پیش آقای دکتر مدرن بشید. اینطوری نیست. یه نسخه ننوشتیم که ما باید این کارو بکنیم. ما به عنوان مورخ، به عنوان پژوهشگر، به عنوان کسانی که دنبال میکنیم نگاه میکنیم که جوامع در فرایند تحول خودشون چه درجاتی دارن از این در حقیقت تجربه مدرنیته و مدرنیزاسیون رو در حقیقت دنبال دارن میکنن و میرن جلو. خب بنابراین این نیستش که یک و مسیر خطی هم طی نمیکنن، از اینجا از نقطه A بریم به نقطه B به شکل خیلی خیلی سرراست. نه، با حضیض و اوج و حضیض، بلند پستی و بلندی های متفاوت میرسن. بسیاری دستاوردها رو از دست میدن، کامیاب نمیشن، ناکام میشن، 2 مرتبه کامیابی ها رو به دست میگیرن. ما خود ما به تاریخ مشروطه‌مون نگاه بکنید که به نظر من یکی از برجسته ترین گام های بست تجدد و نوسازی در تاریخ معاصر خودمونه. ما از در حقیقت نهضت مشروطیت و انقلاب مشروطیت، ببینید تا الانی که ایستادیم چه راه پر سنگ و لاخی رو در حقیقت طی کردیم، ناهمواری رو طی کردیم، دادیم گرفتیم، به دست آوردیم، به سادگی از دست دادیم یا به سختی از دست دادیم، هر جور که تعبیر میخواید بکنید. یعنی میخوام بگم چیز ساده نیست که بگیم که از نقطه A میریم نقطه B تمام میشه. نسخه رو پیچیدیم، از دکتر تشکر میکنیم و خیالمون راحت. اینطور نیست. حالا اینی که من بگم، اجازه بدید یه نکته دیگه هم در مورد این تجدد بگم و بعد دیگه برم سراغ بحث‌های مصداقیم. اون نکته هم که میخوام بگم، من اعتقاد دارم، من داوری من اینه که تجدد یک پروژه غیر اروپاییه. در حقیقت اگر نگاه بکنیم به تاریخ انسانی میتونیم رصد کنیم که با کشف امریکا در حقیقت با اون اتفاقاتی که در قرن 15 پیش آمد، در اواخر قرن 15 پیش آمد، رفته شما دارای شاهد نوز گرفتن تجدد هستید در جا جای جهان، حالا با اشکال گوناگون. بحثایی که در پروتستانیسم شکل میگیره در اروپا، بحثایی که در امپراتوری صفوی شکل میگیره در مورد مکتب مثلا میرداماد، بحثایی که حول حوش مکتب میرداماد و ملا صدرا و حکمت یمانی صورت میگیره اونجا. از اونجا برید به هند نگاه بکنید، میبینید که درگاه آیین اکبری هند در حقیقت شکل گرفته برای دیالوگیه که دارن فهم میکنن، میفهمن که انسان کجاست، انسان چیست، انسان برده نیست و میتونه در حقیقت به نقد تمام آیین‌ها بنشینه. البته اون نقدی که من دارم میگم نقدی است نه اینکه به این شکل و به سیاقی که امروز ما میشینیم در حقیقت آتئیسم یا دائیسم یا از این دست، نه، به همون روال اون زمانی خودشون در حقیقت بحثایی رو میکنن که قداست رو در حقیقت به زیر دارن میکشن، زیر سوال دارن میبرن. خب حالا جا به جا در چین هم همینطور بوده، در اینجا آیا در تمامی گوشه های جهان همینه؟ یعنی اگر ما باید اینی که من مدعی هستم بگم که مثلا همه جا باید این رو دید، نخیر. من میگم جهانی، گلوباله، گلوبال نورث به گلوبال ساوت، اما مدعی هم نیستم که نخیر همه جا باید این رو رصد کرد. نه،
مطمئن نمیشه بکنم. آیا این به این معناست که این در حقیقت همزمان داره میفته؟ همزمانی تاریخی من concurrently در حقیقت نه اینکه در حقیقت در یه دوره مشخصی همین با تفاوت‌های 50 ساله 100 ساله 105 ساله ریشه داره میگیره، نوز جاره میگیره و این در حقیقت داد و ستدی که وجود داره، داد و ستد تجاری اقتصادی که وجود داره، این آرا عقاید از این ور به اون ور داره میکنه تا فهم کنن. شما نگاه بکنید از قرن 15 و 16 میلادی به این طرف بسیاری از کسانی که در اروپا بودن سفر میکردن، اهل اندیشه میرفتن به شرق و تلاش میکردن کتابهای دستخط مثلا فارسی عربی اینها رو مثلا تهیه کنم بیارم بخونم. نه اینکه به این معنا بگم که هنر نزد ایرانیان است و بس اینا از ما یاد گرفتن، نه اصلا بر این باوری نیستم. میخوام بگم تلاشی که انسان‌ها دارن میکنن برای فهم دیگر. همین دانشگاهی که من اونجا مدرس بودم، دانشگاه لهیدن، یک کتابخانه بسیار بسیار بزرگی داره و مملو از دستخط‌هایی که در حقیقت اهل اندیشه غرب، هلندی ها و دیگران رفتن و مثلا از قسطنطنیه اون زمان استانبول خریدن آوردن به اینجا نگه داشتن و بفهمن که جهان چیه و بفهمن که خوانش دیگران از جهان، خلقت و دیگر چیزها چیه. اون قداستی که در حقیقت مسیحیت داشت تا این قرن و بسته بود همه چیز رو، در حقیقت موانع بسیار زیادی رو برای فهم دیگراندیشی به پا کرده بود، شکل داده بود، رو میخواستن از بین ببرن و به چرایی و کجایی و چگونگی و از این دستا دریایی از پرسش رو گذاشته بودن جلوی خودشون و میخواستن به این پاسخ بدن. همین رو در جاهای دیگه هم داریم. شما نگاه کنید در مغولان هند هم اگر نگاه کنید دربار اکبری، میبینید مسیحی، یهودی، مسلمان، زرتشتی میشینن در اینجا و بحث ها دارن درباره خلقت، درباره این، درباره اون، درباره انسان رعیت، درباره انسان آزاد، درباره بسیاری از بحث ها در موضوع ها دارن با هم دیگه بحث میکنن. به این خاطر میخوام بگم که این ساده انگارانه است یا ذات باورانه است، اسنشیالیستیه اگر تصور کنیم که نه، یک نوع مدرنیته داریم، اونم مدرنیته اروپاییه، اونم در حقیقت مدرنیتیه که با انقلاب فرانسه زاده شده و اون یکی در حقیقت جایگاهش هم پاریسه و همه در حقیقت دارن از این یاد میگیرن. نه، اینطور رو من این داوری رو ندارم. گلوبال میبینم، یوروسنتریک نیستم، نمیپردازم، گلوبال میبینم و در پرتو این تحولات دارم این چیز رو، مدرنیته رو دارم فهم میکنم. حالا در مورد خود ما ایرانیان اگر بخوام نگاه بکنم، آره ما خودمون مثلا در قرن 19 گام‌هایی برای فهم مدرنیته برداشتیم. پیشتر مثلا با بحثایی مثل خرد نقاد اشاره به در حقیقت به قداست باورها پرداختیم با صور مختلف آیینی. یعنی وقتی که مثلا شما نگاه میکنید بین بحثایی که بین اخباریون و اصولیون میاد، فقط بر اساس شکل گرفته بر اساس یک بحث فقاهتی یا شریعتی نیست. حاشیه هاشو که نگاه بکنید میبینید در این حاشیه ها بسیاری انبانی از پرسش اومده اینجا و دارن راجبش بحث دارن میکنن. حالا این که میاییم اینجا و بعد با این در حقیقت نگاه ما 200-300 سالی رو پشت سر میگذاریم، میرسیم و از زمان صفویه به این طرف ما با اندیشمندان ما تلاش میکنن که فهم تازه‌ای رو از جهان ارائه بدن، از به جهان برسن و بعد میان موانع بیشماری هم هستش که در حقیقت این فرایند رو نمیگذاره به شکل خیلی به سامان جلو بره. جنگ های داخلی، شورش ها، به قول معروف جابجایی جمعیت،
مهاجرت های ناخواسته و از این دست همیشه یک مشکلاتی برای ما پیش آورده. ما نتونستیم برای دوران بسیار طولانی در حقیقت بیوقفه 100 سال 150 سال 200 سال بدون در حقیقت اوج و حضیض، بدون شورش، بدون در حقیقت این ناپیوستگی ها یه حیاتی داشته باشیم که در بستر اون حیات به سامان یافته بتونیم بیاندیشیم و بتونیم به جاهایی برسیم. مجبور شدیم فرار کنیم بریم هند، یا از اونجا بریم به در حقیقت آسیای مرکزی، یا بریم به قفقاز، یا بریم به این ور، یا بریم به مصر و از این دست. خب اینا رو حالا گفتم، ولی خب به هر صورت تمام اینها برمیگرده به این که کسانی که شارع تجدد بودند آیا فقط محدود بود به اهل اندیشه، به اهل در حقیقت اون نخبگان و خبرگان، یا به زعم کسان دیگه احزاب و نهادها هستند که در حقیقت انحصار این اشاعه و بسط اندیشه های نوآورانه رو دارند؟ من به عنوان یک مورخ اجتماعی میگم نه. ضمن این که احترام دارم برای مورخان اهل اندیشه، اهل سیاسی، جایگاه خبرگان و نخبگان رو میبینم، اما میگم نه، این فقط خبرگان و اون نخبگان نیستن. بسیاری از کسانی که در حاشیه قرار گرفتند، تهیدستان، اقشار پایینی جامعه، در حیات اجتماعی خودشون در حقیقت مبشر آزادی بودند، مبشر در حقیقت فردیت بودند، فردیت و خودگردانی فردی بودند و خرد نقاد بودند. تمام اون داده ها رو به زیر میکشیدند، زیر سوال میبردند. سهم اینها رو باید توی داستان تجدد به دیده گرفت. به همین خاطر هم هستش که در مقاله‌ای که خدمتتون اشاره فرستادم گفتم، و شاید فرصتی کرده باشید خونده باشید، گفتم نوشتم که این تجدد رو من یه تجدد مشارکتی یا رایزنانه میبینم که از پایین درونی داره میکنه و نقش داره تو اشاعش در برابر اون تجدد آمرانه. به قول مورخان به جای فقط تنها تاپ دان من نگاه نمی کنم، باتم آپ هم نگاه می کنم. یعنی در حقیقت این دو رو در ترکیب، در پیوند با هم دیگه دارم. میدونم دوستانی هستن از دوستان من پژوهشگرانی فقط معتقد دارن این فرایند یه فرایند تاپ داون بوده. مثلا اشاره میکنن به نخبگان، خبرگان از یوسف خان مستشاره و تبریزی گرفته تو قرن 19 بیایید برسید به سپهسالار، برسید به در حقیقت به معتمن الملک، برسید در حقیقت به فروغی و دیگران و اینها رو در حقیقت شارع معرفی تجدد در ایران میدونن. کتاب‌های اینا، رساله های اینا رو برمی‌شورن. من منکر این نیستم، من جایگاه اینا رو قبول دارم، اما میگم در همزمان که اینها این کار رو داشتن میکردن بودند گروه های فرودستی که در حقیقت برای در حیات اجتماعی مبشر تجدد بودند. یعنی شما اگر به یک مثال بخوام بگم، شما اگر در جامعه‌ای که مثلا جامعه سنتی قرن 19 ایران میبینید گروهی از در حقیقت کارگران سیاسی، اصناف در حقیقت توحیده است، اینها برای شرایط بهتر زندگی کار تلاش میکنن، این رو تو فرایند تجدد و نوسازی باید دید. ما یه مفهومی داریم از زمان که حالا اگر دوستان علاقه می داشته باشن اون مقاله رو هم من میتونم بهشون بدم درباره زمان و زمان سنجیده شده که دارم measured time and measured time
clock and work discipline. من اینو نوشتم. کار میکردم درباره زمان و time and modernity و اونجا اشاره کردم که داستان اینجاست که تلاش در حقیقت گروه های فرودست و تهیدست جامعه برای دگرگون کردن حیات اجتماعی این بوده که در حقیقت بگن که ساعت کار از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب نیست. من به عنوان یک انسان وقتی که نیروی کار خودم رو عرضه می کنم اجازه دارم بگم ساعت کار یعنی 10 ساعت، ساعت کار یعنی 8 ساعت. من در اینجا پای فشاری می کنم بر حق خودم. من دیگه رعیت نیستم، بنده نیستم که تو به من بگی دروازه های شهر رو ساعت 6 میبندی، ساعت 6 صبح باز میکنیم، غروب آفتاب 8 شب اگر در تابستان باشه میبندیم و تو این فاصله شما ملزمی که کار کنی. نه، من نمی کنم. و با بحثایی از این دست و با کنش‌هایی که برای رسیدن به این اهداف تلاش میکنن مفاهیم تازه‌ای در بود و باش مردم ایجاد بکنن. تبعیض قومی، تبعیض زبانی، بعدها تبعیض جنسیتی و از این دست همیشه این در حقیقت نقشی داره توی یعنی مقابله با این تبعیض‌ها نقشی داره برای رفتن به سوی تجدد در حقیقت مشارکتی از سوی پایین ها، از سوی کسانی که گروه هایی که پایین جامعه قرار گرفتن. این بحثی است که در حقیقت من میکنم و اینجا و مصداقی هم بحثام میکنم. مثلا میگم که شما نگاه بکنید وقتی میگید که رساله موسومه به یک کلمه یا رساله مثلا جناب فروغی یا رساله فلان یا نشریه فلان رو دارید میبینید، در کنارش هم ببینید که هستند کسانی که مجلات و روزنامه ها و رسالاتی دارند که در این مجلات و روزنامه ها و رسالات در حقیقت شبنامه ها دارن تلاش میکنن که یک فهم تازه‌ای از انسان ایرانی شهروند به دست بدن. شما اگر این کار میکنید زحمت بکشید، برید و مثل من حالا نمیخوام بگم من تنها این کارو میکنم، ولی زحمت بکشید، برید بایگانی ها رو ببینید، برید آرشیو ها رو ببینید و ببینید که چه شکوایه هایی در به دولت مرکزی یا مجلس میرسه و در این شکوایه ها چه زبانی استفاده میشه برای بیان حقوق خودشون. رعیت چه زبانی داره استفاده میکنه، میگه این منم و من در حقیقت احساس میکنم که به عنوان یک ایرانی باید تو این سرزمین حق برابر داشته باشم. باید نگاه کنیم به مذاکرات مجلس اول، باید نگاه کنیم به مذاکرات مجلس دوم مشروطه، باید نگاه کنیم به رسائلی که پیش از مشروطه، پیش از انقلاب مشروطه تو قرن 19 میلادی، نیمه دوم قرن 19 میلادی داره مطرح میشه. نگاه کنیم به تمام بحثایی که بعد از در حقیقت زایش جنبش باب در ایران جاری شد در میانه قرن 19 میلادی. اینها رو نگاه کنیم، این در حقیقت ادبیات رو بهش برسیم، بفهمیم و اون وقت حاصل این کار اینه که میرسیم به این داستان که نه، این انحصار اشاعه تجدد، آشنا کردن این تجدد، این در انحصار خبرگان و نخبگان نبوده. این نقش خبرگان و نخبگان دیدنیه، اما در کنار اینها هستند گروه های غیر خبره نخبه که سهمی در اشاعه این داستان دارند. به زبان خودشون میان میگن در روزنامه که آقا اشاره داشتم، میگن که ما میگیم، روزنامه سور اسرافیل من آورده بودم اونجا، میگن که آجا ما از هر ریاست روحانی و جسمانی میخوایم که در انتخاب راه ما رو به خودمون آزاد بذارن، چی کار میخوایم بکنیم.
چگونه میخوایم در انحصار در زندگی خودمون چگونه میخوایم بکنیم ما رو آزاد بذارن. اگر بتونم پیدا کنم این نقل قول رو تو کتابم آوردم، توی مقاله من برای شما آوردم، اگر بخواید نگاه کنید میتونید ببینید که اینجا هستش، آوردم اینجا. حالا این ده اساس اینجاست که این خرد نقاد که جهانگیر گلوباله تخته‌بند پس گونه‌گونی جغرافیای انسانی نیست، یک تخته‌بند ثابت نیست و میتونه به شکل غیر خطی جریان داشته باشه. خب پس اینم اشاره کنم و بعد اگر اجازه بدید بگم که بحث‌های در حقیقت شسترفته تجددخواهی ما با نهضت مشروطه بوده که شکل گرفته، هم از سوی بالایی ها و هم از سوی پایینی ها در حقیقت در این جریان بوده که شکل گرفته. خب دو جور شکل داریم در این، حالا در اجرای این تجدد یا نوسازی، حالا بخوایم شکل بگیریم، تجدد که فهمیدیم، تجدد یعنی فهمیدیم یعنی که اشاره من رو که بیان کردم که در حقیقت خودمختاری فردی، فردیت و خرد نقاد. دو چهره از نوسازی رو اگر ادامه بدیم، یه چهره این که آمرانه است، از بالاست، پروژه های وسیعی که دولت اعلام میکنه میبره جلو، دولت توسعه‌گر بعدها که در 1960 به اسم دولت‌های توسعه‌گر شناخته شد و از این داستان‌ها، و تلاش میکنه که شکل جامعه رو به نوعی زیر و رو کنه که بیشترین مردم رو، مشارکت اقتصادی مردم رو در حقیقت لحاظ کنه. اما آنچه که در حقیقت در اینجا به چشم میخوره تلاشیه که از دیگر سو داره جاری میشه. میگه مشارکت اقتصادی چیز بسیار خوبیه، ولی در کنار مشارکت اقتصادی ما مشارکت سیاسی هم میخوایم. ما میخوایم درونی کنیم این تجدد رو، این نوسازی رو ما میخوایم، چون میخوایم درونی کنیم مشارکت خودمون رو بریم. اون مجله حقیقت رو که گفتم ارگان سندیکاهای کارگری ایران بود، یه بحث بسیار شیرین داره در برابر در حقیقت رضاخان اون زمان که هنوز رضا شاه نشده بود. توهین نمیکنه به رضا شاه، با اینکه متعلق به اپوزیسیون چپ ایرانه، میگه دستت درد نکنه، کارهای خوبی داری بعد از کودتا انجام میدی، اما بدون که این کارها بدون مشارکت مردم، با کنار گذاشتن مردم، ثمره پایدار نداره. خب عین این داستان رو ما در ترکیه هم داشتیم به نوعی، به درجاتی، اگر حالا فرصت بشه در پرسش و پاسخ اشاره میکنم، به درجاتی اونجا لحاظ شد، انجام دادن، ولی در ایران انجام نشد. در حقیقت اون چیزی که در تاریخ معاصر ایران به چشم میخوره و یه گفتمان بسیار بسیار جاری هستش از سوی هواداران تجدد آمرانه، این بوده و هست و همچنان هست، امروزه هم هست، که آقا اول ما باید برسیم به یک تجدد، به یک توسعه اقتصادی، و بعد از این توسعه اقتصادی باید به توسعه سیاسی برسیم. حالا توسعه اقتصادی مدل های چین و نمیدونم کشورهای توتالیتر از این دست رو در حقیقت مد نظر دارن و بعد به حاشیه روندن کسانی که میتونن نقشی داشته باشن در فرایند نوسازی و در فهم نوسازی، و بعد بگن خب حالا که این کاری کردیم الان نوبتشه که به شما اجازه بدیم که حکومت هم نقد کنید. این در حقیقت اون چیزی است که ما با این گفتمان رو ما از زمان صدر مائو باش آشنا هستیم. در چین کجاست پستیم؟ این مشارکت رو کجا شما مشارکت سیاسی کجا میتونید اینو ببینید، رصد کنید؟ خب این به این معناست که در حقیقت در ایران یه همچون تلاشایی شده و بدون اینکه بخوام نادیده بگیرم تلاشایی برای توسعه سیاسی رو، معتقدم که یکی از دلایل ناکامی‌های سیاسی، یکی از دلایل ناکامی‌های ما در تاریخ معاصرمون که اگر نگاه بکنیم میتونیم در تاریخ بسیاری از جوامع هم در نظر بدیم، در حقیقت بحرانی است که تجدد آمرانه ایجاد کرد.
من این رو حتی در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم میتونم رصد کنم. اتحاد جماهیر شوروی هم یکی نمونه بسیار بسیار درخشانی از اجرای تجدد آمرانه بود. نوسازی که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بعد از انقلاب 1917 جاری شد بسیار بسیار یگانه بود، خونبار اما یگانه. اما این منجر به مشارکت در حقیقت آزاد و مستقل مردمان نشد و سرانجام دیدیم که به چه فروپاشی دهشتناکی منجر شد. من نمیدونم چقدر صحبت دارم، وقت دارم، ولی تا اینجا فکر میکنم که حرفای خودم زدم، مصداقیشم که تو مقالات خودم آوردم. اگر صحبت دوستان دارم میتونیم با هم ادامه بدیم. ببینید، اولا که خیلی خوشحالم که در جمع شما داشتم و بسیار هم این پرسشاتون و این بحثاتون برای من آموزنده بود. شما اهل فن هستید و اهل علوم دقیقه و من همیشه یاد این حرف نیوتن میافتم که آنچه که میدانیم واقعا یک قطره است و نمیدانیم اقیانوسه. این پرسش هاست که در حقیقت راه رو باز میکنه برای فهم بیشتر. با پرسش ما به فهم بیشتر میرسیم. من پوزش میخوام نخست که اگر به این پرسش ها به شکل غیر منسجم پاسخ میدم، چون اینجا دونه دونه نوشتم و نمیتونم اون نخ رو به سادگی به شدت سرعت بکشم که اینا رو در حقیقت دسته‌بندی کنم بدم. بنابراین اگر عدم انسجامی به این خاطر. سوال اول این بود که اشاره اول این بود که، و باز هم معذرت میخوام که من اسم دوستان رو ننوشتم وقتی صحبت میکردن و ببخش خودشون در حقیقت شماها میدونید که این سوال مربوط بود. آیا خود شکوفا، آیا تجدد یک طرح یا یک عمل یا یک پروژه خودشکوفاست یا سرایتیه؟ نه، من واقعا داستان رو خودشکوفا میدونم، سرایتی نمیدونم. در حقیقت فرایندی که اجازه بدید بگم که از قرن 15 آرام آرام شروع شد و با دریانوردی، گسترش جهان و رسیدن به قاره های نو، به سرزمین های نو، رابطه های نو، بیرون آمدن از اون تنگناهای سنتی که برای قرون وطن انسان رو، مملکت انسان رو، سرزمین انسان رو به دیوارهای روستای خودش محدود کرده بود، پرسش هایی رو برای انسان فراهم آورد، پیش کشید و تلاش کرد که در بضاعت های مختلف به این پرسش ها پاسخ بده، در سطوح مختلف. به این خاطر من اینو دارم میگم. برای نخستین بار جا به جا شما نگاه میکنید عصر امپراتوری ها شکل میگیره. امپراتوری هایی که حالا با هم ارتباط تجارتی، اقتصادی دارن، بده بستون دارن، برای خودشون در حقیقت نماینده ایلچی میفرستن، ایلچی میاد گزارش میده از بود و باش مردم سرزمین دیگه، اینها به فکر میفتن و از این داستان. بنابراین اینها تمام. اما آیا این به این معناست که وقتی میگیم خودشکوفا یعنی هیچ اثری از سرایت نمیبینیم؟ مگه میشه همچون چیزی کرد؟ وقتی شما در حقیقت میرید از این سرزمین به اون سرزمین، برمیگردید با خودتون سوغاتی های بسیار زیادی هم دارید میارید و اینها رو در حقیقت به اشتراک میذارید. خب، نکته بعد اینه که دوستی مطرح کردن که آیا ما اون وضعیتی که در اروپا بود، اون اشرافیت، اون در حقیقت وضعیت در حقیقت فئودالیسم اروپایی رو نداشتیم که بتونه در حقیقت بورژوازی بتونه در حقیقت با کمک دربار در برابر فئودالیسم بایسته و از این داستان. این به داوری من یک مصداق بسیار روشن دیدگاه اروپا مداره. چون اروپا داشت ما نداریم، بنابراین ما مدرن نمیتونیم بشیم یا نمیتونستیم بشیم یا اصلا نیست. در صورتی که من اگر اجازه بدید بگم برای جدا شدن از این برداشت مدرنیته، من تنوع و تکثر رو در بود و باش انسان ها میدونم. وجه تولید آسیایی در برخی از جهان که حالا ما میگیم آسیا،
در حقیقت ویژگی‌های دیگه‌ای برای جنبش‌های اجتماعی مقابل در حقیقت زمیندارای بزرگ ایجاد کرد که کاملا متفاوت بود از آنچه که مثلا در اروپا بود. تمام در حقیقت برداشت و دانش مارکس بر اساس پاریس و بانلیوی پاریس بنا شد. مارکس هیچ الفتی با بیرون فرانسه نداشت. اروپای شرقی براش در حقیقت قابل فهم نبود. به همین خاطر فئودالیسم مارکسی یه فئودالیسم در حقیقت کشیده شده در چهارچوب اروپای و اون هم اروپای مرکزی و اون هم پاریسه. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم در همین اروپایی که من دارم زندگی میکنم چه تنوعی از غرب تا شرق اروپا ما میتونیم ببینیم و این تنوع و تکثری که نشون میده هر کدوم از ماها، هر کدوم از این اقلیم ها یک نوع راه کاملا متفاوتی رو دارن میرن اینجا برای در حقیقت اون فردیتی که من اشاره کردم. مثلا اگر نگاه کنیم به دوردرها بریم، کاست هندی، جامعه‌ای که اینقدر در حقیقت بسته است، تجربه خودش داره در قرن 15 و 16 برای رسیدن به تجدد که متفاوته از یه جامعه‌ای که غیر کاستیه، جامعه عمودیه، نه جامعه افقی. بنابراین اینها رو میخوام بگم. در مورد این که بسیاری از دوستان صحبت کردن که این تجدد چرا اروپا تجدد پایدار بوده و در جای دیگه نبوده. نه، به هیچ رو در جایگاه پایداری در اروپا ندید. شما در مهد در حقیقت فلسفه اروپا یه دفعه بر زایش فاشیسم هیتلری رو میبینید. درست بعد از جنگ اول جهانی و اون در حقیقت دوران شکوفای جمهوری وایمر، چه توضیحی دارید برش بدید؟ چرا فاشیسم اومد؟ چرا در ایتالیا ما اون چیزا داشتیم؟ این کشتار در حقیقت سبوعیت انسانی از کجا برمیاد؟ آیا در این دلیل نیست که این تجدد خطی نیست و همیشه این بضاعت رو داره که افول رو در حقیقت اوج بگیره، بیاد پایین بره بالا؟ این در حقیقت مصداق اون چیزی بود که من میخواستم بگم. و خب ما در همین تجددی هم که در تجدد اروپایی داریم میگیم، این تجدد حتی راجع به پروتستانیسم اروپایی داریم میگیم که در حقیقت جایگاه روحانیت کلیسای کاتولیک رو به زیر کشید، میبینیم که اون درکی که امروزه ما از خودمختاری و خرد نقاد داریم یا از آزادی داریم اونها نداشتن. کجا در آراء کالوین و لوتر شما در حقیقت این درجه از رهایی و آزادی رو میتونید ببینید؟ یهود ستیزی لپر میزنه در آراء پروتستانیسم قرن 16 و قرن 17. آیا تجدد نیاز به رهبری داره؟ نوسازی نیاز به رهبری داره؟ نوسازی اجازه بدید دقیق صحبت کنم. حتما داره. مهندسی میخواد. بگی شما میتونید یک فرایندی رو دنبال کنید که در حقیقت این رهبری نداشته باشه. حتما باید داشته باشه رهبری که تلاش میکنه مشارکت جمع رو محفوظ بداره. آیا ما در مورد اشاره شده در مورد دوران رضاشاه و آتاتورک چه تفاوت‌هایی وجود داشتن؟ بذارید یک کلام بگم. من در مورد ترکیه، اگر دوستان با کارهای من آشنا شدن، زیاد کتاب نوشتم، مقاله چاپ کردم. اجازه بدید یک کلام بگم. ما تقریبا بین 30 تا 50 سال از ترکیه عقبیم. نه الان منظورم نیست، 200 سال عقبیم، 250 سال عقبیم. امپراتوری عثمانی یک امپراتوری بزرگ بود با تنوع و تکثر آیینی و در حقیقت قومی که ما اون تنوع و تکثر قومی و آیینی رو به ویژه آیینی رو در ایران نداشتیم. استانبولی که شما میبینی در آستانه جنگ اول جهانی شمار باشندگان مسیحیش بیشتر از باشندگان مسلمانش. به طور کلی شمار باشندگان مسیحی در امپراتوری عثمانی بیشتر از باشندگان مسلمان شد.
بنابراین ما در حقیقت اینها فرای زمینه رو برای نوع دیگری به در حقیقت نوسازی به ترکیه یا فهم تجدد باز کرد در ترکیه. نگاه که بکنیم میبینیم مثلا مثلثی رو من همیشه در کارام برای عثمانی در نظر میگیرم. رأس مثلث نظامیان هستند، اهل شریعت هستند یا روحانیون و دربار، و در حقیقت این ینیچری ها، منظورم از نظامیان ها، در حقیقت این ستیزه با این هاست که یه جایی در حقیقت تبدیل میشه به دوگانگی و بعد یگانگی. از این حرفا اینا رو اگر دوستان میخوان دنبال کنن، بحث‌های شیرین این رو من یه جایی در مورد نقد یا بازبینی خط شریف گورخانه به قول خودشون آوردم، قرن 15، میانه قرن 19. در مورد این که دوستان میگن که در ایران یا جای دیگه ایران نوعی بودن کسانی که معتقد بودن تجدد آمرانه بهترین راه برای عقب ماندگی ما. بله یه چیزی بود، مثلا من یادم میاد که خوندم که کسانی مثل علی شریعتی حتی معتقد بودن به دیکتاتوری منور، که اگر اهل در حقیقت خرد، اهل فکر، نخبگان، خبرگان دیکتاتوری خودشون رو اعمال کنن همه چی درست میشه. و اشاره هم کردن، گفتن که این دوستی اشاره کرد، گفتش که از نقل، اگر یاد ننوشتم از کسی در حقیقت نقل کرد که یا در حقیقت مدرن میشید یا همه چی رو از دست میدید. اگر اشتباه نکنم یکی از دوستان اشاره کرد به این مسئله. بگم که این در حقیقت بحث نیمه قرن 20 بود، 1960 به ویژه بود که این دیولپمنت استیت ها، دولت های توسعه گرا در اومد بیرون و در آغاز دهه 60 میلادی ما روایتی داریم از کندی ادمنستریشن که میگفتش که یا مدرن میشید، از بالا در حقیقت تجدد اعمال میکنید، یا از پایین انقلاب میاد ریشتونی میزنه ها. بنابراین ما یه باش فرایند دهه 60 رو سازمان ملل به عنوان دهه در حقیقت دولت‌های توسعه‌گرا معرفی کرده. این اون موضوع بودش. آیا پوپولیسم و کریتیکال تینکینگ سنخیتی با هم دارن؟ اتفاقا به نظر من باز این داستان ترامپیزم و پوپولیسم اسلامی و پوپولیسم غیر اسلامی و تمام اینها فاجعه انسانی رو نشون میده که در دوران حضیض ما داریم به سر میبریم. یعنی شما فکر میکنید در کشوری که بسیاری اهل اندیشه داشتن، اهل قلم داشتن، اهل فکر داشتن، این اتفاقات داره میفته، ولی آیا این سرنوشت محتوم بشریت؟ به هیچ وجه. برای من به هیچ وجه. چرا نیست؟ ساده است، به خاطر اینکه من خطی نمیبینم. تکلیف خودمو با فرایندهای من تلولوژیک نمیبینم. اصلا مسئله رو که ما از در حقیقت وحی منزل باید دورانهای متفاوتی رو، من سالهاست رسیدم که این داستان باطل یکسره. کمون اولیه، فئودالیسم، سرمایه‌داری و بعد بردهداری و بعد کمون اولیه، بعد فلان و آخر سرش هم به گودی به قول معروف کمونیسم. نه، من اینا اصلا اینجوری این خطی چون نمیبینم، این فرایند رو اینجوری چون نمیبینم، در حقیقت به نوعی اوج و در حقیقت فرود و فراز رو در حقیقت میتونم ببینم در این جوامع. بله پیش میاد که بعد از جمهوری وایمر ما دوران سیاه هیتلری رو داشتیم. بله پیش میاد که در امریکای امروزه ما ترامپیزم رو داریم. بله پیش میاد که بعد از دولت توسعه گرای پهلوی ما جمهوری اسلامی رو داریم. بله تمام این چیزا در حقیقت در سرشت این غیر خطی دیدن تجدد نهفته هستش. آیا وقتی من میگم فردیت و خودمختاری فردی، این در حقیقت تکمیل کننده دو تا مفهومه. انسان به عنوان من انسان رو، یعنی واحد فرد رو به عنوان مبدأ میگیرم و هویت فردی برای من محوره.
هستند کسانی، هستند پژوهشگرانی، هستند دوستانی که نمیبینند فرد رو به عنوان محور و فکر میکنن گروه محوره. چون گروه رو محور میدونن، بنابراین فرد میشه زیر مجموعه گروه. من میگم نه، چون این نیست. برای من هیچ هویت جمعی، هویت گروهی، میخواد آیینی باشه، میخواد جنسیتی باشه، میخواد طبقاتی باشه، میخواد هرچی باشه، در حقیقت مغایر یا در حقیقت مردود کننده هویت فردی نیست. فرد مهمه و این فرد که در حقیقت باید خودمختار باشه تا برسه به گروه و اون هویت گروهی خودش رو پیدا کنه. و هویت گروهی خودش رو وقتی پیدا میکنه میتونه در حقیقت توانمند بشه، میتونه تغییرات شگرف در جامعه ایجاد کنه. اینکه نقد دین در اروپا انجام شد، در ایران انجام نشد، نه، من اینو همچون چیزی رو قبول ندارم. ما به سیاق خودمون نقد دین کردیم. قرارم نبود که نقد دین در حقیقت فرانسوی بکنیم. هر کسی، هر کشوری، هر جامعه‌ای برای خودش نقد خودش رو خودش میدونه انجام بده، شکل خودش رو در حقیقت دنبال میکنه. ما هم به شکل خودمون، هندیا به شکل خودشون، چینیا به شکل خودشون، فرانسویا به شکل خودشون، روسا به شکل خودشون رفتن. آیا آنگونه که روسها کردن نقد دین، به ویژه در قرن 19 که این بازتابش تو اون ادبیات بسیار بسیار در حقیقت شگرف و غنی شما میبینید، درست همون شکلی بود که انگلیسی ها کردن نقد دین رو یا فرانسوی ها کردن؟ به هیچ وجه. فرانسوی ها خانش یعنی لایسیته فرانسوی خانش کاملا متفاوتی بود. به همین خاطر شما نگاه میکنید که کمتر همسنگ شما مثلا در کشورهای همسایه فرانسه میتونید ببینید اون لایسیته. این که امروزه میدیا داره تلاش میکنه، تبلیغات بسیار گسترده ای رو داره میاره و این در حقیقت برابر خودمختاری انسانی فردی قرار داره و از این دست و اشاره‌ای که به درستی کردن، اشاره بسیار از واقعیت تلخ مثل اخراج استادان به دلیل حمایت از در حقیقت فلسطینیان یا مخالفت با این کشتاری که داره صورت میگیره. بله، یه زمانی به اخوان ثالث گفتن آقای اخوان ثالث، زمستان همیشه زمستان همچنان سرد است. پاسخ اخوان ثالث گفتش که مگه قرار غیر از این باشه؟ اگه من قراره که ما به جز اینم داشته باشیم، ما یک فرایند تدریجی با تمام مشکلات اوج و حضیض خودش رو داریم طی میکنیم. دستاوردهامون بعضی وقتا بسیار بسیار سترگه و ماندگاره، ولی بعضی از دستاوردهامون رو به سادگی از دست میدیم. ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که این در حقیقت هژمونی، این سالاری شبکه‌های اجتماعی داره در حقیقت جلوی خرد نقاد ما رو میگیره. حالا خرد نقاد راهکار خودش رو پیدا خواهد کرد در ستیز با این هژمونی شبکه‌های اجتماعی و این تبلیغات. مطمئنم پیدا خواهد کرد. حداقل اینو فهمیدیم، از تاریخمون فهمیدیم که چنین خواهد شد. میره جلو. چه شکلی داره نمیدونم. خب همه اینا آیا به این معنی است که باز مرتبه اشاره کنم، آیا ما مدرنیته غربی رو یه پکیجی داریم میدونیم که ایدئالمونه، میخوایم از اون تبعیت کنیم، به اون برسیم، درست همون جوری باشیم که به قول معروف یه فرانسوی هست، یه انگلیسی هست، یه جور در حقیقت رفتار کنیم؟ به هیچ جور. همون جوری که گفتم ما الگویی نداریم. من در صحبتم گفتم ما نسخه‌ای نداریم که بگن این نسخه رو بگی برو به دواتو بپیچ توی داروخانه بیا مدرن میشی. ما همچین چیزی نداریم به ایشون. اشاره هستش که ما 500 سال پیش انگیزاسیون داشتیم، مقابله با اون داستان نمیدونم اون وضعیت داشتیم بسیار، بله اون موقع داشتیم، ولی اونجا همه چی هم در حقیقت گل و بلبل نبود.
ما میگیم که از قرن 15 و 16 این درست شد. کجا گل و بلبل بود؟ به همین راحتی رفتن جلو. پس گالیله رو چی کار میکنید شما؟ گالیله قرن 15 و قرن 16 و قرن 16 و قرن 17 چی کار کجا میخواید بذارید؟ آیا همه چی گل و بلبل بود توی قبل؟ نه، به هیچ وجه اینجوری نبود. از اولش هم اینجوری نبود. به هیچ وجه از اولش هم اینجوری نبود. بنابراین ما در حقیقت همیشه این رو داشتیم به درجات، ولی در حقیقت وسعت و گستردگیش کمتر و کمتر شد. ما در ایران اهل فکر دلیر نداریم، دلیر نداشتیم یا نداریم که بره جلو. اجازه بدید که بگم اینجا دیگه واقعا خیلی منصف نیست بگم، واقعا خیلی بی انصافیه. ما کسانی رو داشتیم که برای آزادی، برای خودمختاری، برای مفهوم آزادی در زمان خودشون جان دادن. یوسف خان مستشاره و تبریزی یک کتاب نوشت، رساله کوچک به نام یک کلمه. در زندان ناصری انقدر اون کتاب رو به سرش زدن که کوب شد. کسروی جان خودش داد برای مقابله با این در حقیقت شریعت در حقیقت بسته، جان خودش داد. خانم وسمقی الان چه کار داره میکنه تو ایران؟ همین خانم وسمقی روسریشو از سر بر میداره. روایت هایی که میکنه میگه قرآن در حقیقت وحی نیست، تکسته. فهم کنید، بر اساس تکست ببینیدش، نه وحی منزل. خب اینا دلیریه، اینا دلیری نیست؟ کار خانم وسمقی دلیری نیست؟ نمیدونم. اگر نیست پس شما یه تعریفی از دلیری به من بدید. این که در ایران کنونی فضای عمومی و فضای خصوصی رو چجوری میتونیم ببینیم؟ آیا جامعه، من یک کلام شاید به شکل بسیار بسیار ساده بخوام نشون بدم، زیادم راضی نیستم با این مثالی که دارم، با این شکلی که نمایشی که از صحبت نشون میدم، ولی خب فکر میکنم شاید کمک بکنه. اینی که ما در دوران پهلوی تلاش تجدد آمرانه رو داشتیم که این دولت توسعه گرا در زمینه اقتصادی دارم میگم، نه در زمینه سیاسی، این دولت توسعه گرا تلاش میکرد در حقیقت با اعمال، با اجرای تجدد آمرانه بکشه جامعه رو به سمتی، و جامعه چون فهم نمیکرد در مقابلش استاده بود، نمیفهمید چه اتفاقی داره میافته، چون درونی نکرده بود این رو، مشارکتی در اجرای این نداشت. چون مشارکتی نداشت نمیفهمید، فهم نمیکرد، سهمی هم بهش نداده بودن که مشارکت داشته باشه و فهم کنه. ما در حال حاضر وارونه اینو داریم، یعنی جامعه از زیر به شدت متجدده، به شدت پیشروه، به شدت سر خودمختاری و در حقیقت فردیت خودش داره. از ازدواج سفیدش بگیری تا مبارزه با حجاب اجباریش بگیری تا هرچی هستش شما نگاه کنید، و حقوق در حقیقت دگرباشان، LGBTQ ها و از این دست، در صورت که ما با یه نظامی درست داریم صد کرده جلوی این تحول جامعه رو به وارونه اون زمان و نمیذاره جامعه بره. جامعه بسیار پیشروتر از حکومتی که حاکمه. این که علوم انسانی و علوم دقیقه، بله من کاملا موافقم که در حقیقت این رو در روی ما با غرب سبب شد که به فن و فناوری توجه بیشتری بکنیم. عباس میرزا وقتی که رفت به چیز فرستاد، دانشجوها رو فرستاد، نخستین ایرانیان رو برای یادگیری فن فرستاد به انگلستان، نمیدونست که ایرانی‌ها هم فن رو یاد میگیرن
هم مثل میرزا صالح اندیشه رو به ایران میارن و آورد، هم فن رو آورد هم اندیشه رو آورد. و به همین خاطر من قبول دارم که ما در برابر در حقیقت تهاجم گسترده استعمار، اون چیزی که ما میگیم در حقیقت ناسیونالیسم یا ملیگرایی سرزمینی که هیچ سنخیتی هم با ملیگرایی قومی و زبانی و از این دست نداره، دفاع از سرزمین در برابر استعمار، ما در حقیقت این انتخاب برتر رو از سوی ایرانیان و به ویژه دولت‌های ایران داشتیم. آیا این به این معناست که من به عنوان یک مورخ اجتماعی نقش دولت رو در اجرای تجدد نادیده میگیرم؟ به هیچ رو من این کار نمی کنم. یک دولت وظیفه داره در حقیقت به اجرای تجدد دست بزنه، نوسازی کنه، ولی همزمان نباید در برابر نوآوری و تجدد و خودمختاری و خرد نقاد سد ایجاد کنه. من آنچه که آرزوی منه، آرزو بر جوانان عیب نیست، آنچه که آرزوی منه اینی که ما یک نظام پارلمانی مشارکتی داشته باشیم که در این نظام پارلمانی مشارکتی هم ما بتونیم به فناوری‌های خوب برسیم و هم بتونیم مشارکت مردم رو در سرنوشت خودشون در درجات مختلف، از شوراها، از نمیدونم گروه‌ها، سازمان‌ها، به درجاتی در حقیقت اعمال کنیم و تسری بدیم. اما من به هیچ رو به این معتقد نیستم که ما دولت نمیخوایم. من هیچ وقت مبشر ندولت نبودم. دولت نقش داره، ولی این نقشش باید تعریف بشه. بعد بودن کسانی که در حقیقت در همین 150-200 سال گذشته در ایران ما به درجاتی تلاش کردن که این بحثا رو به زبان خودشون بیان کنن. منی که امشب در خدمت شما هستم، افتخار رو به من دادی کنار شما باشم، این نیستش که حرفایی که دارم میزنم حرفایی است که من در حقیقت بهش رسیدم یا من در حقیقت موجدش هستم و در حقیقت برخواسته از فکر و اندیشه منه. نه، من در حقیقت تو یک معتقد به یک تباری هستم، سلسله‌ای هستم که تلاش داره میکنه به فهم این داستان‌ها به درجات مختلف برسه و پیوستگی رو در این تلاش نشون بده که امروزه آنچه که ما داریم ریشه در اندیشه های یوسف خان مستشارالدوله تبریزی داره. اگر امروز خانم وسمقی رو میبینید که روسری برمیداره، نگاه کنید به قرةالعین، پلی بزنید بین قرةالعین میانه قرن 19 و خانم موثقی قرن 21 و پیوستگی رو ببینید. همین. سپاسگزارم. اجازه بدید بگم که من در حقیقت نتیجه گیری ندارم، حرفامو زدم، شما نتیجه بگیرید. من فقط اجازه بدید در حاشیه همین صحبتایی که تازه دوستان کردن بگم این که من هیجانی صحبت میکنم به این معناست که من وقتی در یک موضوعی وارد گفتگو میشم غرقه میشم در اون موضوع. اگر راجع به جنگ اول جهانی صحبت میکردم خودم رو در درون جنگ اول اون فضای جنگ دارم میبینم. بنابراین این که از ویژگی های رفتار من. ببینید، من فقط بگم که درباره نقد دین و سنت نقد دین در اروپا و سنت نقد دین در آسیا یا در ایران فقط بگم که باز نریم دوچار این در حقیقت نمیخوام بگم نقیصه بشیم یا دوچار این دیدگاه بشیم که آنچه که در اروپا افتاده لزوما باید به همون شکلش در ایران اتفاق میفته.
نقد دین در بریتانیا کاملا متفاوت بود با نقد دین از در فرانسه. ناپلئون بوناپارت وقتی که پاش به مصر گذاشت و در حقیقت اون رهبر روحانی مسلمانان در قاهره دیدار کرد، شیخ الاسلام اون زمان، از ناپلئون بوناپارت پرسید که چی میخوایی؟ تو جمهوری خواهی؟ تو دینت چیه؟ گفت شما دینتون چیه؟ گفت من مسلمانم. گفت منم مسلمانم. گفت شما پس میخواهید جمهوری اسلامی درست کنی؟ گفت بله. و راست بخواهید اینه من به شما بگم، نخستین جمهوری اسلامی در ایران و یا جای دیگه نبود، در مصر بود به دست ناپلئون. چرا ناپلئون اینو گفت؟ برای همون اندازه که خودشو مسلمون میدونست، مسیحی میدونست، یهودی میدونست. دائیسم فرانسوی برخواسته از این داستانش. براش در حقیقت آنچه که چیز بود خدا ناباوری نبود، دین ناباوری بود و جایگاه روحانیت به نام جایگاه اهل در حقیقت امتیاز بود. به همین خاطر شما بکنید که روحانی آنتیکلریکالیسم در فرانسه بسیار بسیار عمیق‌تر تا برخی از کشورهای دیگه در اروپا. ما در ایرانمون با دین اگر خواستیم مثل بسیاری از کشورهای دیگه با جایگاه ویژه روحانیت در ستیز شدیم. برایمون خدا ناباوری مطرح نبوده، برای ما دین و مناسک و جایگاه ویژه روحانیت مطرح بوده. مشروطه ما با استبداد مستبد و دیانت صاحب امتیاز جنگید. بنابراین شما نگاه میکنید در رسائل مشروطیت و از اون به بعد در جا به جا شما نگاه کنید، ما آنچه که مشکلمون باشه خدا باوری مردمان نبوده. حتی تا یه اندازه‌ای بخوام بگم که دین باوری هم نبوده. داستان ما از مجرای آنتیکلریکالیسم رسیدیم اونجا و این ما فقط نبودیم، بسیاری از کشورهای اروپا هم همین اندیشمندان در هند و جای دیگه هم همین مسیر رو طی کردن، در مصر همین مسیر رو طی کردن. آیا این به این معناست که ما اقشار سنتی رو نادیده میگیریم و در پی ایجاد دین تازه به نام مدرنیته هستیم؟ به هیچ رو. مدرنیته قرار نداره که دین تازه بشه. مدرنیته قداست رو نه تنها از هر آرمان الهی و زمینی میگیره، بلکه انسان رو فرد مختار میخواد بدونه. فرد مختاری که میتونه خدا باور، دین باور، دین ناباور، هرچی میخواد باشه. این داستان مدرنیته است. ندانید که حتی در مورد از دین هم بگذریم، جایگاه مدرنیته در نقد تمام ایدئولوژیایی هستش که انسان رو در حقیقت اون کرامت انسانی، جایگاه مستقل انسانی رو ازش دارن میگیرن و یک شعله‌ی هویت جمعی میخوان بهش تنشون کنن. چه میخواد ناسیونالیسم هیتلری باشه، چه میخواد کمونیسم استالینی باشه. اجازه بدید که صحبتمو با این تموم کنم که من تمام تلاشم امشب در بزم شما، در جمع شما، نزد شما این بودش که بگم که عاملیت تجدد تنها در انحصار نخبگان، خبرگان نیست و عاملیت دیگر گروه‌های اجتماعی به حاشیه راندگان رو در نظر بگیریم. اما متاسفم اگر از شما خداحافظی کنم، از شما خداحافظی میکنم، اما متاسفانه با هم این اشاره بکنم که اشاره دوستم که توده ها مردابند منو رنجوند. توده ها مرداب نیستند، هیچگاه نیستند.